Izol X Shenix. سلامی دوباره یه ذره ویدیو رو کات کردیم به کارامون برسیم. امیر جان لفت دادم اشکال نداره، باز وقت هست، باز دوئل میزنیم. خب ستیزن گل پاکتم من تو نرم بکشی ساکتم من یه شهر رو به آتیش میکشم فرمون بده سینه تاکتم من غم رفت تو چونم برات تو آوارش من خونم برات کم داشتی من اسم زیاد تو اراده کن و بکونم برات آقا دوباره آهنگ پلیشه. رینگ آماده دوئل چاقال میشه. استار چند لحظه همش دست تو بودم. شنت میتونی فهم داشت پر اسکات بلس پت میدی من در اسکات بلس میده چاک فلس گات بلس با ما تاک بچس گات بلس جیمی رایم نجس گات بلس با ما فان نجس گات بلس بده پاک بلس ناک بلس کمی دایم نجس اینه این اسنایپش کوتاه بابا بیا برو درازه. بیا اینو بگیر بیا برو ردددمشن. آقا یه لحظه واسه اینو بزنم یقه نزنی آها بزن باز میره حاجی بازی همینجوری باشه من راضیم ببرم ببازم. خدای قوی ترین سالا من این رقم عرضی بیارمیستر ضعیف داره داداش اکانت به ضعیفیش من والا زیرات دستم بیفته قوی میشم، کسی دیگه این نیست اینه من باشه. آقا اگه اکانت هر دو بازی بچه اگه شما هم زیرات میفته دستتون یا گان مورد رو میفته دستتون هر کی که از اون قوی تر رو میزنی حتما بگید. بابا فشاری بازیه نگاه کنید بچه ها خودشو به هر دلیل میزنه که کرش کرد گوشی ثانیه. بچه خودشو به هر دلیل میزنه که منو بزنه میبینید که دیگه آره خودم به هر دری میزنم که تو رو بزنم. خب بچه زون جالب بتر جونه سالمه در بردیم. نه بابا امیرالی آجی من چرا دیدم پایینه همون اصلا نمیتونی بزنی. زود سنسی ریجستر. آقا بریم ریجستر تیر امیرالی جان. حاجی واقعا ریجستر تیرش پایینه، به دیوار میزنه ریجستر تیرش کمه. قبیه رو نشون نداد، اونی که نشون داده اکتیویژن ببینید. دیگه ما هم از تو اینو بخوریم که دیگه باید کالاف رو دیلیت کنیم. کی؟ این امیرالی میخواره قاشن داره قاشمخ میکنه. دیپ فایر تو بخور از این جا نخور دیگه بچه ها فهمیدن دیپ فایر میزنه زوغ میکنه. با اسلایپ خوبه نزدم. دیپ فایر دمیج هم اشکال نداره، کالاف با ما یار نیست، لگ با ما همراه هست. برای دریافت لگ من حتما عدد کامل نکنید بدبخت میشید. بچه گوشیتون چیه؟ اتون بگید. من گوشیم MC1 اصلا ناشناخته است. بابا 360,000 درجه. خب یه گانی عوض کنیم. گان ما ریده، سنس هم خوبه اما دمیه چرا خفن بود. آقا لوکاس کشید اول بازی کی بود لوکاس کشیده؟ اون چشش بابا چشم داره میتره که منو به دوئل لوکاس دعوت کرد شاهدی دیگه. حاجی دقیقا اینه همین لوکاسو نیزه با گسته رایگانه دقیقا من فقط اسکین داره برای من زحمت کشیدم اسکینشو داره بردم. وای لگ چشم داره میتره که یه چراغ روشن کن. یه چراغ خیلی یه لحظه واسه من برم چراغ روشن کنم. اصلا میبینی دیگه چقدر لازم نارنجیه دیگه اگه اینه من از بچگی روزی 8 ساعت گیم میزدی میفهمیدی که نازک نارنجیه. الان میاد فینیشر میگیره. نگاه کن بچه شاهد باشید. ببین بعد به من میگه نگاه ناموسن واقعا شد من به قول دارم رو لبا من همینو لف میدم. نه همینو لف میدم. آقا پلیز برگرد
نه دیگه. بعد خب منم لایف میدم. برگرد. آقا اگه تونستی فینیش بگیر. زدم. بچه ها دیدن زدم. در تو دروغ بگیر. دوباره هم زدم. فینیشر چرا نمیاد؟ 3 بار زدم. بچه هم ببینید که اکتیویژن تو چون این سپر گذاشته. دکمش نمیاد. گوشیم لگه ولی خب اشکال نداره. لگ با ما یاره. بازم زدم. حتی وایساد اما نگرفت. تو چونت سپر گذاشتی داشت دپشن. بله امیرعلی با خودش داره موومنت میزنه. وایسادی مثلا میبینیم بعد عشق. نه این بابا تو توی کار نمی کنی. باش من دارم میام پشت. خودی آقا بسته. بچه دیدینم که برادر سیشماخ کرد به شلوارش. بچه دیدید ریجسترتی رو؟ از شدت لگ هیچی نمیفهمن. امان از قریب بودن دیگه. بابا اولاغ لگ هست اینجا. امان از بیلک هم. بچه ببینید این چی بچه ببخشید دارم باش نرمازه بچه رو کنیم میریم اینجا حالا موقعشه آره یا حضرت لگ بسم الله الرحمن الرحیم. 3 2 1 نخور دومی هم نخور سومی هم نخور من هیچی نمیفهمم فقط دارم میزنم دیگه. اگه خدا رو شکر. بابا تو خیلی ریجستر بالاست. من لگ دارم. بچه اوتو خواستید رایگان گوشی من هست. از گوشی من بخواید اوتو هم میبرید. ریلودم منم دقیقا. وای 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 هدشات داداش نزن دیگه با این لگم. تاچم نمیده وایسادم دارم نگات میکنم. اسپیه رو نمیتونم بردارم. دوباره چراغ قطع شد. وای چشم بگاه رفت. نخواستم فینیش کنم گفتم بالا بره. میخواستی هم من دیدم اتاسی من فیلسونش. بیا نزدیکتر صدات بگیره. نخور یه دلفینی یه شاتی که دمیج شد و حیف. بچه حیف این موومنت ها و شات های من نیست که نمیخورن یا دمیج میشن. دلفینی ویدیوی ما تمام داشت الان این ویدیو هستش دیگه. چند تا تیر بزنم تا بیفتی. ریلود کن ریلود کن. منم ریلودم نزن. بریم. چرا همچین صدایی اومد؟ آها چیزمو برداشتی. نمیدونم چیزم چی. آره درسته برادر خطی میکنه هر رقم میاد.
قرآن آمده میخوام که نکنم بچه ناموسن شاتای منو نبینید؟ بابا نشست بسته چرا اینجوری پینگمو رفتیم و برگشتیم و رفتیم و برگشتیم و بریم دیگه چه کنیم دیگه پینگم خرابه درست فرنس بشه نمیشه که بچه ها رو منتظر بگذاریم خیلی لگم این آمده دویلت آقا راست میگی واقعا من ستاره‌ای بودم بچه پارسال انه منم نمیگرفتن بچه ها رفتری هم این داره امانت حاجی ببین بذار بچه ها ببینن نگاه کن این آوردن اینجا این نه خب اون حیفاری که من این سر تا اون سر زدن نمیرسه اکتیارم که کشیدی ریجسترتی رو میبینی اصلا تو که بزنی کنم من بمیرم حداقل چه ریجستری داشته باشیم با این هم ریجستری نداریم نمیدونم چی بزنی آره تو ویدیو هست نمیذارم تیر بزنم هرچی تیر هست رو خالی میکنم اون دیگه انقدر من مونده قویت بید کجا همین بچه کنم من زودتر دیدم بوده اوی حاجی این نایفر داری؟ برادر جلو خودش این نایفر رو خریدم میگم گرفتم خیلی دیگه حواظی خوشی بودی ادشاد امیر علی او همین ویدیو رو قطع کنم See my name اینه که وقتی هم میبرم فشاری میده دیگه ای بچه ببین ریجستری رو بکنی تو این امیرعلی بچه ها ریجستری اصلا ندارم کار بانه شد ریجستری دیگه میبینیم دیگه حالا کمپم میکنه با اینکه هم لگم هم نه من آقا هم ریجستری ندارم نه من که این کپ کردم ممکن آقا من که کپ کردم بگو همین الان کی؟ هیچی همین الان دارم الان دارم فیلم میگیرم یه چرا گوه میخوری باید یاد بگیرم نمیخوره من میام در چونت شات میزنم اگه من این ویدیو رو ادیت کردم نه ببخشید اما ببخشید شیره من بخوری نمیبخشم اینا رو سانسور میکنم نترس ادیتور جان لطفا اصلا ادیت نمیزنم که سانسور کنم اون نخور همون شد خیلی ایزی سیخ شب خالی کردی ایزی میزی نگاه کن تق الان اینجا بین کجا شد دارم نمایشیه نگاه چقدر خوب میخوره شاتاش چقدر خوب میخوره میگه نمایشی بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه شاید جان این ویدیو متعلق با تو خدافظی آخر رو میکنیم خدا نگهدارتون ریجستری رو تو کامنت ها بکنید در بنده خدا عزیز دل بچه پیروزی هم حتما بگید گوه نخور قشن متعلق به من بوده دیگه ببین هر ریجستر تیری و هر لحظه یه ویدیو تق 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 رگباری میخوام بذارم خدا نگهدار